بسم الله الرحمن الرحیم. در صحیح بخاری خواهران عزیز، امروز یکی از دعاهای پر از معنی و دعاهایی که گویا که تمام حیات ما رو مثل سوره که کمی پیش تفسیرش کردیم در بر می گرفته باشد، اون دعا رو میخوانیم. در ما در تاجیک ها من این رو میگم یک سنت خوب است که بعضا وقتی می نشینیم شاید یگان نفر صالح باشد که دعایش اجابت است گویان، یا که با هم جمع شدیم دعا کنیم گویان، بسیاری ها دعا میکنند. آره، یعنی بیاید یک دعا کنیم، بعد از آن همه خانه به خانه شویم میگویند و اکثریت من دعا کردن نمیتوانم، من دعا خواندن نمیتوانم، شما دعا کنید گویان، به یک دیگر دعا کردن را حواله میکنند. خواهران عزیز، دعایی که پیامبر الان در همین حدیث به من و شما یاد میدهند، میبینید که چقدر معنایش، یعنی معنای این دعا قوی است و چقدر محتوای خیلی بزرگ دارد. از حضرت عایشه روایت است که پیامبر میگفتند اللهم انی اعوذ بک من الکسل و الحرم. خدایا من به تو پناه میبرم از تنبلی و از حرم، از پیری و فرتوتی. تنبلی خواهران عزیز سبب تمام عقب ماندگی های ما هست، چی در کارهای دینی چی در کارهای دنیوی. هر کسی که خونده نمیتواند از تنبلیش هست، هر کسی که به عملهای ثواب دست نمیزند از تنبلیش هست، حتی هر کسی که خود را اصلاح نمیکند از تنبلیش هست و باید از تنبلی به الله پناه ببریم. و پیامبر چی میگفتند؟ اینی اعوذ بک من الکسل و الحرم، و این چنین از پیری و بیچارگی و محتاجی و المعصم و المغرم، و از تمام عملهایی که آن عملها سبب گناه می شوند یا عملهایی که آلوده به گناه هستند، و این چنین هر یک عملی که تاوان خود را دارد، مانند قرضدار شدن یا چیزی کسی را گرفته نابود کردن. مغرم یعنی غرامه خود را دارد، تاوان خود را دارد. و من فتنه القبر و عذاب القبر، و پروردگار من به تو پناه میبرم از سوال و جوابی که در قبر می شود و از عذاب قبر. خدایا زبان ما را در قبر گویا کن. و پیامبر صلی الله علیه و سلم از قبر همیشه پناه می طلبیدن، از عذاب قبر، با اینکه خودشان پیامبر صلی الله علیه و سلم رسول رب العالمین بودند. و من فتنه النار و عذاب النار، و پروردگارا من به تو از فتنه دوزخ و از عذاب دوزخ هم پناه میبرم. و من شر فتنه الغنى، و به تو از بدی فتنه های ثروتمندی، فتنه های بایی پناه میبرم. و اعوذ بک من فتنه الفقر. سبحان الله. و پروردگارا این چنین به تو پناه میبرم از فتنه های غم. دو چیز از خواهرا، یکی پیامبر میگویند من به تو پناه میبرم از فتنه های بایگری، دیگری از فتنه های غم. چرا؟ اونهایی که ثروتمند هستند آنها هم از فتنه بیرون نیستند. ثروت بعضا گوش ما رو کر میکند، چشم ما رو کور میکند، قلب ما رو اونقدر به زیر غلاف خود میکشاند، یا گفتیم اینقدر به سنگ تبدیل میدهد که ما فقط از پی مال میشویم. به ما گریه یتیم، داد و فریاد بیچاره زن، یک پیرمرد و پیرزن افتاده، حالت اینها ما رو اصلا به خود نگران نمی کند. بایگری وقتی که یعنی انسان با محبت پول رو طلب می کند، در نزد پول او تمام انسانیت خود را زیر پا می کند. برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم در جنت زیادتر از غمبغلان را دیده بودند. یعنی اوری هستند ثروتمندانی که مالشان رو در جایش خرج میکنند، خوش به حالشان و به آنها حتی میشود هوس کرد، اما کم نیستند ثروتمندانی که ثروت آنها انسانیت آنها رو گرفته است، انسانگری ندارند. برای آنها یک پچکه پول از پدر و مادر و خواهر و برادر و حتی زن و فرزند هم کجا رسد بیگانه بالاتر می ایستد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم از بدی فتنه های بایگری و این چنین از فتنه های کمبغلی پناه طلبیدند. چرا فتنه کمبغلی؟ چون بعضا سبحان الله امام غزالی اینجا در فتح الباری سخن امام غزالی را آوردگی هستند که خیلی تاثیر بخش است. میگویند بعضا کمبغلی اینقدر تو را به جای
میرساند که تو اصلا کارهایی که از شأن و شرف مسلمان نیست به آن دست میزنی. عملهایی که نباید یک مسلمان آن را انجام دهد. مسلمان باید سرش بالا باشد، مسلمان باید با کرامت باشد، مسلمان باید در عزت خود بایستد. تو وقتی که غم بغلی تو رو خیلی و خیلی از هر طرف تنگ میکند، اون کرامت رو زیر پا میکنی. برای همین از محتاجی باید به الله پناه بطلبیم، به پروردگار از محتاجی و غم بغلی که پیش یک سر خم کنیم، حتی فرزندمان باشد، حتی نور چشممون باشد، پناه طلبیم. و پیامبر چی گفتن؟ و من شر فتنه الغنى و اعوذ بک من فتنه الفقر و اعوذ بک من فتنه المسیح الدجال. و پروردگار به تو از فتنه های دجال یک چشمه یا گفته مسیح دجال هم پناه میبریم، چون انشاءالله در درس عقیده خواهیم خوان که فتنه دجال خیلی بزرگ است و حتی آن را بعضی ها در زمانش خداوند به ما پناه بدهد. خدا هم میگویند در دوامش، پیامبر میگویند اللهم اغسل عنی خطایای بماء الثلج و البرد. خدایا خطاگی های مرا پروردگارم از من بشو با آب برف و با آب ژاله. یعنی اینجا همون گونه که چرکینی ها با آب تازه می شود، خداوند گناه های مرا هم بشو میگویند. و نقی قلبی من الخطایا کما نقیت ثوب الابیض من الدنس. پروردگارا قلب مرا پاکیزه ساز از گناه ها، چگونه که لباس سفید را از چرکینی ها تازه می سازی. آیا همین گونه دعا داریم که خداوند قلب ما را تازه گردان، خداوند قلب مرا اصلاح کن، خداوند در قلبم نسبت فلانی من بدبینی دارم، خداوند در قلبم محبت دنیا جوش می زند، خداوند در قلبم بعضی مریضی های دارم که به دست و پایم میزند و آن را انجام میدیم، قلب ما را پاکیزه کن. پیامبر میگویند اون که با یعنی نقی ترین پاکیزه ترین قلب داشتن، محمد صلی الله علیه و سلم باز دعا میکنند که و نقی قلبی من الخطایا. در دوامش میگویند و باعد بینی و بین خطایای کما بعدت بین المشرق و المغرب. و خدایا بین من و بین خطاگی هایم مسافه دور بین ما، مسافه دور بیانداز، چگونه که بین مشرق و مغرب اینقدر دور است، من هم از گناه ها دور باشم. یعنی به پروردگار التجا میکنن که نگذار من به گناه نزدیکی کنم، نگذار قلب من در داخلش مریضی باشد، نگذار غم بغلی حیات مرا نابود سازد، نگذار فتنه های بایی مرا نابود سازد. از همه اینها پیامبر پناه طلبیده بودند. اگر با عربی ندانید هم خواهران می توانید با تاجیکی بگویید. دعا زمان اجابت است که از قلب بیرون می شود، خالصانه بیرون می شود. و این دعای بود که محمد صلی الله علیه و سلم پیامبرمان این رو می گفتند و ما هم باید از پی آموختن این دعا و خیلی گفتم حتی با معنی باشد هم این گونه به پروردگار دعا کنیم. این بود یک دعای کوتاهی که پیامبر صلی الله علیه و سلم ولی جامع هست، همه معنای یا همه جهت زندگی را در بر میگیرد. امروزه درس ما از صحیح بخاری قصه دیگری خیلی عجیب درباره مهاجر سعد ابن ابی وقاص است که الله صحت و سلامت در وقتمان برکت دهد. ان شاء الله درس دیگر همراهتان حتما گفته میگذاریم.